چه بلایی سر خونه‌های وست ونکوور اومده. همونجور که میدونیم از سال 1977 که آمار خرید و فروش مسکن توی ونکوور در اومده، معمولا هر یک سال میگفتن دیتشت ها حدود 10% قیمتش اضافه میشه به صورت متوسط. تو 10 سال گذشته وست ونکوور تو کل 10 سال فقط 11% قیمتش بالا رفته. تو خیلی از موارد میبینیم کسایی که دارن تو وست ونکوور تو چند سال اخیر خونه هاشون خریدن دارن با ضررهای وحشتناک خونه هاشون میفروشن. چرا به نظرتون اینجوریه؟ یکی این هستش که به نظر میاد سالهای 2015 و 16 و 17 وست ونکوور قیمتش بی خود خیلی بالا رفته. یعنی مارکت داره خودش رو تطبیق میده با اون قیمت بالایی که اومده بوده و بی خودی اومده بوده، الان داره خودش رو میرسونه به جایی که باید باشه. و در ضمن خیلی از کسایی که قبلا توی وست ونکوور خونه میخریدن مثل چینی‌ها و ایرانی‌ها، حالا به هر دلیلی، به دلایل اقتصادی و برنامه‌ریزی کشورشون، الان نمیتونن مثل قبل اینجا خونه بخرن. و ما میبینیم که خیلی ها دارن توی وست ونکوور با ضرر خونه هاشون میفروشن، قیمت ها بالا نرفته. قطعا این قیمت ها یه زمانی باز بالا خواهد رفت. ما نمیدونیم این زمان میشه 1 سال دیگه، 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه.